اسم من ایمانه و به چنل یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوایم یک سرویسی بنویسیم تحت عنوان سرویس که نیست، یک اپ کلاینت سروره واسه چت کردن توی ترمیناله. حالا من میخوام یک کدی رو با هم بزنیم و شروع کنیم به کد زدن و تو ادامه راه من توضیحات بیشتر رو بهتون میدم. اول از همین پروژه ایجاد میکنیم، فولدر باز میکنیم. من فولدر رو دیگه شما هر جایی خواستین میتونید فولدرتون استارت کنین. من یک دایرکتوری براش درست میکنم، اسم OCLI چت و این فولدر رو باز میکنم. خب اول از همه ما باید پروژه گولنگمون رو استارت بزنیم. یک ترمینال باز میکنم و شروع میکنم به راه اندازی پروژه. همونطور که میدونید واسه راه انداختن پروژه های گو ما از پکیج استفاده میکنیم، فرمت پکیجی استفاده میکنیم. من لینک گیت ها بهش کانکت میکنم و در نهایت سورس کد این پروژه رو تو گیت هاب میذارم و داخل دیسکریپشن این ویدیو هم هست. گو چت، گو CLI چت. اوکی، شروع میکنیم به کد زدن. ما دو تا کانسپت داریم، یک کلاینت داریم، یک سرور داریم. خب همونجور که از اسمش مشخصه ما نمیخوایم روی فرمت HTTP و API کاری کنیم، صرفا میخوایم CLI کار کنیم. پس باید از فرمتی که استفاده میکنیم TCP باشه و دو تا کلاینت، حالا هر چند کلاینتی که میخوان به سرور ما وصل، یعنی سرور ما یک سرور TCP رو سرو میکنه. من دو تا دایرکتوری میسازم تحت عنوان سرور و کلاینت. میگم که بیا تو سمت سرور فولدر مین رو شروع میکنیم به کد زدن. خب اینو من ببندم که فعلا نیاز نداریم. همونجوری که میدونید ما پروژه گو از پکیج من استفاده میکنیم و ما شروع میکنیم به کد زدن. فانکشن مین باید داشته باشیم توی پکیج، توی کدمون، و استارت کنیم به راه اندازی چنل و سرور. خب من میگم که یک لیسنر میخوام که بیاد برای من شروع به کار کنه. لیسنر ما و ارور برگردون. شروع کن که net.listen TCP ریسرو کن 8080. باید ایمپورت کنم از پکیج net HTTP. نه پکیج که نیست، داخلی خود گولنگه و این خودش خیلی خوب. یکی از خوبیای گولنگ همینه، شما نیاز به استفاده از پکیج های متفاوت ندارین. اکثر چیزا به صورت اینترنال بیلتین خود گولنگ هندلش کرده و این خیلی خوبه. اشتباهی نمیخوام، نت خالی کافیه برای من. اوکی، همونجوری که میدونیم باید ارور هندلینگ داشته باشیم. اگه ارور نداشت که هیچی، اگه ارور داشت لاگ هم ایمپورت میگیرم. فیتال ارور برگردون، failed to start server، ارور رو ریسن کن برای من. لیسنر رو داریم و بعد از اینکه کار ما تموم شد ریسن کرد، ما نیاز داریم که این لیسنر کلوز شه و نمیخوام همیشه باز باشه. دیفر میکنیم و لیسنر رو میبندیم. خب ببینیم آیا سرورمون راه میفته یا نه. اوکی، 80 باز نیست. یک لحظه من باید یک سرویس دیگه دارم اون رو استاپ کنم. خب من سرویس رو استاپ کردم. الان گوران سرور و مین رو استارت میکنیم. ران شده ولی خب از اونجایی که ما دیفر کردیم چنل بسته شده و اتفاق خاصی نمیفته اینجا. خب اصل کار کد زدن ما از اینجا شروع میشه. من میگم که قراره یک سری کلاینت داشته باشم و یک سروری که اونا رو توی کلاینت به سرور وصل میشه. شروع میکنم یه استراکتی درست میکنم تحت عنوان کلاینت که شامل چیه؟ کلاینت ما یک نیمی دارن که استرینگ، کانکشن دارن که از نت کانکشن استفاده میشه. این چیکار میکنه؟ ترافیکا رو توی آبجکت کلاینت نگه میداره و مسیج هایی که قراره این کلاینت ها با هم دیگه بر هم بفرستن. مسیج ها ما به صورت قرار نیست به صورت استرینگ نگه داریم، یک آری هست. این قراره به صورت یک چنل نگه داریم که اینا قراره برادکست بشن بین کلاینت ها. پس
سرور باید اینا رو برادکست کنه. من میگم که چنل باشه، چنل استرینگ باشه. استرینگ خالی بذاریم کار نمیکنه. خب از اونجایی که این استراکت رو ساختیم شروع میکنیم که یک سری دیتا رو باید مپ کنیم توی دیتایی که میاد سمت ما و کلاینت ها رو باید هندل کنیم و همینطور چنل ها رو باید هندل کنیم. من میگم که کلاینت های من رو بیا میک کن مپ تحت عنوان کیه نت کانکشن و آبجکت کلاینت نگه دار. چیکار میکنه؟ میاد کلاینت هایی که کانکت شدن رو به صورت کی ولیو با کی کانکشن و ولیویی که از کلاینت ها ساختیم نگه میداریم. اروری که داریم بخاطر اینکه استفاده نکردیم جایی و میریم سراغ بعدی. میگم که قرار از میوتکس استفاده کنم. میوتکس همون میوچوال اکسیکیوشنه. از جایی که ما قراره یک سری چنل داشته باشیم، یه چنل داریم که مسیج ها رو هندل میکنیم، نباید چنل با هم کانفلیکت داشته باشن و چنلی تو چنل دیگه دخالت کنه. واسه همین من شروع میکنم که یک میوتکسی میسازم از تایپ سینک میوتکس. حالا این سینک میوتکس خودش خیلی جالبه و تو گو روتینا به ما کمک میکنه. اگه تونستین داکشو بخونین خیلی کاربردی و مفیده. خب من اومدم ساختم اینا رو، شروع میکنم که توی مینمون کار کردن. اوکی خب اینجا چنل رو بستیم، قراره لیسنرامون رو اکسپت کنیم. من میام یک لوپی درست میکنم بی نهایت. میگم که اوکی فقط من اینجا یک کانکشنی بذارم، یک لاگی بندازم، لاگ println چی شد؟ server started listening on port listening on روی 88 دارم سرچ میکنم. چرا همچین کاری کردم؟ نیازی نبود. خب داخل لوپمون شروع میکنیم کلاینت ها رو اکسپت کردن. از همون کانکشنی که استفاده کردیم، از همون لیسنری که استفاده کردیم، میام یک کانکشن درست میکنم ارور لیسنر اکسپت کن کلاینت های منو. اگه اروری بود ارور رو برگردون و بگو که failed to accept connection ارور رو برگردون و اینجا میخوام که continue کنم. ما قراره یک سری فانکشنی داشته باشیم به اسم handle connection. حالا من شروع میکنم مینویسم که فانکشن handle connection قراره فانکشن handle connection یک کانکشن بگیره از تایپ net con. خب ما در نهایت قراره از این ولیو استفاده کنیم و داخل فور لوپ قراره چنلمون یعنی وارد گروتین کنیم که چنل اینو هندل کنه، چنلی بندازیم که گروتین رو هندل کنه. ببخشید. خب کانکشن رو من بهش پاس میدم. اینجا استارت شد پروژه، یعنی ران میشه، اصل کار ما اینجاست. حالا قراره کانکشن رو هندل کنیم. چجوری هندل میکنیم؟ اول از همه ما میگیم که یک گریسفولی کانکشن رو ببند اگه فانکشنی بود. چیکار میکنه؟ میگیم که کانکشن رو کلوز کن در وهله اول و بعد بیا برامون لاگ بنداز println client connected net remote address IP یعنی پورت و IP کلاینت جدید رو بر من پرینت بگیر لاگ بنداز. میام اونجا که استراکت تعریف کردم کلاینت، میام شروع میکنم یک ولیو بهش دادن. میگم که بیا کلاینت منو داشته باش، تایپش استراکت کلاینت، قرار ولیوشو پر کنیم. کانکشنمون که به همون کانکشنی که از اینجا میگیریم، مسیج ها هم داخل یک چنلی از استرینگ وارد میشن. خیلی ساده و آسون ما کلاینت رو تعریف میکنیم.
حالا ما میخوایم هر کلاینتی که وارد میشه اسم کلاینت رو بگیریم. یعنی من میخوام وارد یک چتی شدم، قراره من اسم داشته باشم و اپ ما باید ازش پرامپت بگیره. اینجا باید prompt the user name. چیکار میکنم اینجا میام value ها رو نمیخوام، میگم که هیچ چیزی نیاز ندارم، این رو بر نگردون فعلا. شروع کن به تو کانکشن برای من یک بایتی درست کن از interior name. این میاد پرامپت میگیره. اگه نه نیممون رو داریم ارور درست میکنیم، میگیم که اینجا از کانکشن نباید استفاده کنیم، اینجا باید از باف آیو استفاده کنیم که بیاد بافر کنه اینپوت آوتپوت های ما رو داخل ترمینال. اوکی، باف آیو رو من ایمپورت میکنم. اوکی، ایمپورت شد و میام اینجا ازش استفاده میکنم. یک ریدر برای من بخون و که از تایپ کانکشن و استرینگ باشه و اسپیس کن، اسکیپ کن نیو لاینر رو. اگه نیم ما خالی بود، نه اینو نمیخوام فعلا نیو بنویسم، مهم نیست، در وهله اول تست میکنیم اونو تو آپدیت بعد. اگه ارور نداشتیم بیا بگو که println failed to read name، ارور برگردون و در نهایت ریترن کن. حالا اینجا قرار از نیم استفاده کنیم. اینجا ما تعریف کرده بودیم که کلاینت نیم داره. حالا میام اینجا بهش اعمال میکنم، میگم که کلاینت نیم مساویه با اسم، قرار از کلاینت ما اسپیس داشته باشه اسمشون، پس میام از بیلتین استرینگز استفاده میکنم، تریم اسپیس میکنم نیم که اینپوت وارد کردم. حالا میام قراره اینجا از میوتکس استفاده کنیم. میوتکس چیکار میکنه؟ میوتکس همونجوری گفتم چنل های ما رو هندل میکنه، در واقع نمیذاره که دیتای اضافی خروجی و چنل دیگر رو توش دخالت داشته باشه. میام میوت شروع میکنم که کلاینت ها لیست کردن. اینو من برگردونم، میوتکس لاگ کن، ببند. کلاینت هایی که تعریف کردیم هر کانکشن رو اپن میکنیم توی کلاینت و میوتکس رو باز میکنیم. این میاد هندل میکنه کلاینت های ما رو که کدوم وصل شدن بهش و کدوم ازش یعنی از کلاینت خارج شدن. تا اینجا این دو تا فانکشن رو داریم و ما قراره یک فانکشنی دیگه توی این سیستم اضافه کنیم. یعنی توی هندل کانکشن ما باید یک متدی اضافه کنیم که بیاد در واقع مسیج رو برادکست کنه. یعنی من توی یک ترمینالی به سرور کانکت شدم، حالا میخوام به یک سرور، یک کلاینت دیگه میخواد بهش کانکت شه و این باید بگه که کی کانکت شده و مسیجایی که برادکست میشه رو بین هم شیر کنن. خب اونجایی که ما باید در نهایت برادکست کنیم، من یک فانکشنی درست میکنم تحت عنوان برادکست مسیج. فعلا استفاده نمیکنم تا بعد بریم با هم بنویسیمش. برادکست مسیج رو داریم. حالا میخوایم اول باید یک کار دیگه بکنم، باید برادکست کنم که مسیج ها رو برادکست مسیجز که در واقع میاد برادکست مسیج میکنه و حالا این اسم و مسیجی که کلاینت دادن این در واقع میاد وقتی من یک کانکشنی به سرور وصل میشه به بقیه برادکست مون که کی کانکت شده. اینا رو من بعداً میزنم و این چنل برادکست کلاینت مسیج. خب اینا رو بعداً اضافه میکنیم. من یک فانکشنی مینویسم تحت عنوان برادکست مسیج. برادکست مسیج چیکار میکنه؟ کلاینت رو میگیره و به بقیه میگه. برادکست کلاینت مسیج
میگه که کلاینت منو بگیر، از تایپ کلاینتی که بالا تعریف کردیم یک ریدر رو درست کن. دوباره از واف آیو استفاده میکنم، نیو ریدر و کلاینت کانکشن. باز میخوام بابت صدای نوتیفیکیشن یک لوپی قرار درست کنیم که این ادامه دار باشه و همه بعد تموم نشه کلا مسیجا رو برادکست کنه. ارور بگیر برای من و بگو که ریدر من همون کاری که تو نیم کردیم و همینجا تکرار میکنیم ولی با اسم مسیج. نیم رو نمیخوایم دیگه، اینجا مسیج رو میخوایم. و اینم از ریدر با استفاده کنیم دیگه، از باف آیو استفاده نمی کنیم چون ریدر رو اعلام کردیم. و این من پاک میکنم. اوکی. و اگه ارور داشتیم که بیا برگردون. اوکی، اینجا از کدی استفاده میکنم که داکای خوبی میکنه، اکستنشنش واسه وی اس کد میتونید نصب کنید و خیلی جالب. حالا اینجا که ارور داشت میبندیم، حالا قراره مسیجا رو توی چنل بفرستیم. اگه یادتون باشه ما اینجا مسیجا رو تحت عنوان یک چنلی راه انداختیم، پس میخوایم ولیو تو چنل برگردونیم. من میگم که مسیج منو داشته باش و بیا اسپیس رو برای من پاک کن. میشه کدوم؟ میشه مسیجی که دریافت میشه و در نهایت اگه مسیج ما خالی بود، اگه مسیج خالی نبود ببخشید، اگه مسیج ما خالی نبود شما بیا من بگو که کلاینت مسیج و برگردون توی چنل مسیج رو. خب فانکشن برادکست مسیج هم به همین صورت که با هم توضیح دادیم قرار مسیج ها رو بر ما برادکست کنه، برادکست کلاینت مسیجز. حالا یک فانکشن دیگه باید بهش اضافه بشه که ما بفهمیم توی چه چنلی قرار برادکست بشه و کدوم کلاینت اینو برادکست کرده. اینو جلوتر حالا من میگم چون یه بخشی کدش مربوط به سمت کلاینته و اونا جلوتر با هم دیگه میرسیم بهش. خب قراره اینجا برادکست کلاینت مسیج ما رو از کامنت در میارم. خب ارور داریم. ارور چیه؟ میگه که کانکشن رو باید بهش پاس بدیم. کانکشن رو پاس میدیم و امیدوارم که درست کار کنه. مشکل داره کارمون. ببخشید باید کلاینت رو بهش پاس بدم، حواسم نبود. اینجا میاد گروتین اینو هندل میکنه. ما یک فانکشن دیگه میخوایم تحت عنوان برادکست مسیج. برادکست مسیج چیکار میکنه؟ گفتم همون کاری که قراره کلاینت مسیج رو انجام بده ولی این دفعه مسیجا رو برادکست کنه. این میخون مسیجا رو و این قرار برادکست کنه. یک مسیج میگیره از تایپ استرینگ، سندر میگیره از تایپ نت کانکشن که ببینیم کی ارسال کرد. دوباره من میوتکس لاک میکنم که به هم نریزه. کار که تموم شد میوتکس آن لاک میشه. یه لوپ میزنیم توی کانکشن ها. کلاینت ها رو نمیخوام، رنج میزنم روی مسیج، روی کلاینت ها. کلاینت در واقع کلاینت رو ما اینجا تعریف کردیم، اگه براتون جالب کجاست اینجا تعریفش کردیم. و بیا بگو که اگه کانکشن با سندر یکی نبود و ارور ما با کانکشن رایت بایت استرینگ های مسیج ها رو قرار کانکت کنیم با نیو لاین، بگو که مسیج اچ کامنت شد پلاس. خب این از این ارور قرار هندل کنیم و لاگ بندازیم. پرینت الن کن failed to. خب آورد خودش حله. خب این میشه کلیت فانکشن ما. قرار رام بگیرم اینو ببینم تا الان به کجا رسیدیم. سرور استارت میشه. اوکی. فقط از اونجایی که ما کلاینتی نداریم فعلا سرور فقط داره در حالت استارت کار میکنه و این داستان هندل کانکشن بود که اومد اینو راه انداخت.
سرور استاپ میکنم تا من گوروتینامو بنویسم. توی فانکشن مینم نمیخوام، قراره توی این فانکشن استفاده کنم. اوکی. یه برادکست مسیجی داریم که من اینو گفتم چه تایپی میگیره، قراره مسیج رو بخونه. پس میگم که fmt بیا اسپرینت اف استفاده کن، اسپرینت اف، و بگو که یوزر اینپوتی که قراره بگیره joined the chat و کلاینت نیم. این فانکشن و آی پی کلاینت، ببخشید نه آی پی نمیخوام، کلاینت اینو نمیخوام، اینو با اون بر بگیرم. اوکی، سمت کلاینت دوستم نبود. این میاد اعلام میکنه به بقیه کلاینت ها که فلان یوزر کانکت شده و قراره با شما چت کنه. خیلی راحت. فقط الان قراره یه کاری انجام بدیم. این ور برادکست، این اسمشو عوض کنم، users join chat join users that join. حالا میام که این قرار مسیجا رو هندل کنه و خب میخوایم اینجا یک لیسنی کنیم واسه بقیه مسیجا و دیسکانکشن ها. پس نه تنها برای اون، بلکه برای اینکه ما با یک فرمتی اسم یوزر رو بنویسیم. مثلا بگیم، مثلا من بنویسم بگم مثلا یوزر ایمان گفت سلام خوبی، به این فرمت توی ترمینال میخوام چاپ کنیم. من میگم که بیا یک لوپی درست کن و سلکت کن توش، چون مسیج داریم، کیس چنل مسیج داریم. از میخوام کلاینت مسیج رو بگیر و برادکست مسیج کن fmt اسپرینت اف. فرمتی که میخوایم چه شکلیه؟ گفتیم دوتا میذاریم، اسم میذاریم که اسم اینپوتی که گرفته و یه دونه اسم اینجا باید بذارم و در نهایت اینجا بهم بگو که کلاینت نیم مسیج و کانکشن. من فکر نکنم کانکشن رو بخوام، چرا میخوام کانکشن میخوام و اوکی این داره کارش انجام میده. فقط من یکم مرتب کنم اینو. خب نه اوکی مرتب. فانکشن سرورمون آماده شد تا اینجا. من ببینم رام میشه یا نه. خب ما برای دیباگ کردن رو باید تو سمت کلاینت با هم بریم جلو که اونا رو هم بهتون میگم. این کل فانکشن سروره. من اینو ببندم، یه نگاه داشته باشیم دوباره از بالا. پکیج‌های مربوطمون رو ایمپورت کردیم، یک استراکت از کلاینت ساختیم که بتونیم فرمت دیتایی که از سمت کلاینت میاد رو مشخص کنیم. اسم دارن، کانکشن دارن و مسیج دارن که مسیج وارد یک چنلی از وارد چنل میشن. میایم یک مپی درست میکنیم از کلاینت ها که به هم اپند میشن و در نهایت سرور اینا رو هندل میکنه. میوتکس هم واسه بستن و باز کردن چنل است. فانکشن مین میاد استارت میکنه، چنل لیسنر رو میبنده و منتظر کانکشن ها میمونه. بعد در آخر یه فانکشن هندل کانکشن داریم که به صورت گوروتین اجرا میشه. کانکشن رو میبنده، کلاینت شروع به صورت دیفر میکنه که کانکشن رو و کلاینت ها رو کنترل میکنه. هر کلاینتی که میاد با این فرمت بهش وصل میشه و در نهایت تعداد کلاینت ها بهش اپند میشن توی میخوام استراکت کلاینت. در نهایت دو تا فانکشن اضافه کردیم که به کاربر رو بگیم کدوم یوزر کانکت شده، برادکست مسیج که سنده رو میگیره و اسم کاربر که اینجا داریمش برادکست مسیج. کار خاصی نمیکنه، میوتکس رو باز میکنه، کار که تمام شد میوتکس رو میبنده و لوپ میزنه، منتظر کلاینت ها میمونه. این هم دقیقا همین کار میکنه، فقط فانکشن اینا رو ما تو مرحله بعد بهش میرسیم که چه دیتیلی داشتن و چجوری قرار ازشون استفاده کنیم. در نهایت یه لوپی میزنیم و تو چنل ها منتظر میمونیم که کلاینت ها مسیجشون رو بدن و اینا رو به این فرمت چاپ کنیم. خب اونجایی که بخش سرور رو با هم تمام کردیم، میخوایم بخش کلاینت رو با هم بنویسیم که ببینیم چجوری کار میکنه. من استاپ میکنم سرور رو و میرم سمت کلاینت، میگم که فانکشن اسم درست کن، از پکیج مین استفاده کن و شروع کنم به کد زدن. من اول میام ایمپورت ها رو بنویسم. اول فانکشن مین هم درست میکنم. خب
چیکار قرار بکنم؟ قرار کانکشن داشته باشم به ریموت سروری که زدیم. اونور ما چیکار کردیم؟ اونور لیسن کردیم. اینجا قراره به اون لیسن سروری که لیسن شده کال بزنیم. از دایل استفاده میکنم و چه پروتکلی TCP. آدرسم کجاست؟ لوکال هاست 88. اگه اروری بود که هیچی، فیتال بزن failed to connect to server error. و در نهایت خب اینجا قرار ببندم کانکشن رو. خب کانکشن رو بستیم. حالا ما به عنوان کلاینت قراره از یوزر بپرسیم که اسمت چیه. اگه یادتون باشه اینجا چاپ میکردیم که کی کانکت شده و قرار از نیو ریدری که اینجا استفاده کردیم اینجا استفاده کنیم. اینجا نوشتیم اینجا استفاده کنیم. بیا از یه اسکنر بر من درست کن و بگو که اینجا از باف آیا استفاده میکنم. واقعا لایبرری خیلی کمک کننده است. قرار از اینپوت استفاده کنم. کانکشن نمیدم بهش، میگم که OS ایمپورت کن std اینش اینه. خب و برای یوزر بنویس print ln کن. print ln نمیخوام، پرینت خالی کافیه که enter your username و اسکنر ازش استفاده کن. خب حالا که ما نیم یوزر گرفتیم قراره تو تکستش کنیم. اگه اروری بود یا از اسکنر ارور، من این لاین می نویسم یکیو ارور نیل نبود شما لاگ کن print ln error reading name error return کن در نهایت. خب من نیمو یه لحظه فقط رد نکنم. اونم میخوایم نیمو، پس بذار فعلا من سمت خودم میخوام مطمئن شم که این فانکشن داره کار میکنه. من اینجا یک ترمینال دارم، یک ترمینال دیگه باز میکنم. این سرورم بود، این کلاینت هم. سرور من استارت شه. خب اکسپت میکنم. go run client client.com. خب اینجا میبینید که کلاینت ما وصل شده بهش و اینجا ازش پرسیده اسم من ایمانه ولی میبنده چنل، چون ما هنوز هندل نکردیم که مسیج هایی که میاد رو دریافت کنیم و نگه داریم و اینا رو فقط نگه داریم. پس دیدیم که کار میکنه، کانکت میشیم به سرور و خب اوکی. این اوکی، تا اینجا مشکل نداریم. من اینا رو میبندم، بهش سر میزنم. نیمو نمیخوام فعلا تا اینکه بریم جلوتر. خب الان قراره یه ارور هندل داشته باشیم واسه اسم کاربرا. اگه اروری نبود بگو که کانکشن رایت کن، بگو که من به صورت بایت باید اینا رو بفرستم. نیم و اسم نیم به اضافه خب بیا ارور هندلینگ کنم. log pl error rename گذاشتم من نه؟ نه یه جایی نذاشتم دیگه. اوکی. آها این قرار ارسال اسمو بگه که مشکل داشتم. failed to send name error و در نهایت ریترن کن. من باید یک چنلی را بندازم تو بر چی؟ بر رسیو کردن مسیج ها به صورت کانکان. میگم که go receive messages کامنت کنم فعلا تا بعد. خب بریم این فانکشن رو بنویسیم با هم دیگه.
که مسیج رو دریافت کنیم و نشون بدیم، فقط کار خاصی نداره. سمت کلاینت من کدش خیلی آسون تره. میگم که فانکشن، یعنی کپی کنم اینجا، شروع کن که ولیو که میخوام یه کانکشن از تایپ نت کانکشن ریدر داریم، باف آیا اینو میخونه، نیو ریدر بزن و از کانکشن لوپ میخوام مسیج ها رو بهم برگردونه از ریدر رید استرینگ اسپیس رو نمیخوام، دلیمیتر جدا کن، اگه اروری نبود، اگه اروری بود در واقع لاک کن print ln failed to read message error. در نهایت بریک میکنم و من میام مسیج رو چاپ میکنم. مسیج خب گوریتون رو بر میدارم و از کامنت درش میارم. کانکشن ما هم میشه همون کانکشنی که اینجا استبلیش کردیم. ببینیم چی شد تا الان. خب اینو میذارم که ران شه. کلاینت هم استارت میکنم خب. ولی کانکشن بسته شد. چرا؟ چون ما لوپ نزدیم که اسکن کنه مسیجا رو. پس میام اینجا شروع میکنم به ساختن یک لوپ که از لوپ خالی نمیخوام، باید از اسکنر لوپ بزنم. اسکن داره، خب فکرم نداره. اسکن میکنم، مسیج ها رو میخونم، از تکستش استفاده میکنم و ولیو بعدی رو نمیخوام. به کانکشن میدم که رایت کنه برای من و به صورت بایت مسیج ها رو با یک نیو لاین. خب اگه ارور داشت لاگ بنداز، بگو که fail to send message. بریک کن و بیام لوپو بستم. اینجا باید یه کاری کنم که اگه اسکن ارور داشت ارور برای ما بندازه. خب if از اسکنر ارور اگه نیل نبود لاگ بنداز، بگو که error in reading from std td. خب و error اسکنر رو میخوام برگردونه برای من. فکر میکنه آماده باشه کدمون. خب حالا کاری که باید بکنیم اینجا تست کنیم. سرور رام چی شد؟ خب سرور رام میکنم. اینو پاک میکنم، میگم که go run client داد. اینجا کلاینت نشون داد که کانکت شده. اسمم می نویسم. خب user remind join the chat. حالا من اینو با یه دونه کلاینت نمیتونم بفهمم، باید یه کلاینت دیگه استفاده کنم. من اینو کوچیک میکنم، یه کلاینت دیگه باز میکنم، اینو میارم اینجا، میگم که go run client داد. میذاره که کانکت شده. ایمان رو کانکت شده. اینور مثلا کی باشه، چه میدونم مثلا سم. میبینید که خیلی تمیز داره برادکست میکنه یوزر سم جوین د چت و اینورم که اسممون رو دادیم. فقط اینجا من اینتریور نیم و بردارم، یه جای دوباره اشتباه کردم نوشتم. خب
شروع میکنم به چت کردن با اون یکی کلاینتم. میگم که های در، دریافت میکنه ایمانیمن مرسال میکنه و سم از این ور با این فرمت دریافت میکنه. حالا سم میخواد جواب بده هلو ورلد و میبینیم که خیلی درست سرویس ما داره کار میکنه و هر چقدر مسیج که بخوایم اینجا میتونیم بفرستیم. اسپیس ارسال نمیشه، اسپیس خالی، فقط دستوراتتون وارد میشه. 1 2 3 دریافت شد، well done okay it's working. آره این داره کار میکنه. حالا یه دوباره توضیح بدیم راجع به کد کلاینتمون. پکیجا رو ایمپورت کردیم، شروع کردیم به کانکت شدن به سرور TCP که رو پورت 8080 رو انداختیم، بستیمش و شروع کردیم به رید کردن اسم یوزرها. در اینجا همون جایی که اینور گفتم تو مین ما اینجا اسم یوزر ازش میپرسیم توی این قسمت برادکست مسیج و این قسمت از بافر میگیم رید کنه. سرور میخونه و کلاینت اونو بر سرور میفرسته که سرور برای بقیه کلاینت ها اینو برادکست کنه. اینجا اسکپ میکنیم، ارور داشت برمیگردونیم، دوباره رایت میکنیم توی اسممون رو توی ترمینال و بعد در نهایت یک روتینی داریم که قراره که وظیفه دریافت مسیج هایی که از سمت سرور میاد و بر عهده گرفته. اینو بهش یه سر میزنیم که رید میکنه فقط مسیج ها رو، کار خاصی نمیکنه به صورت یک لوپ و اگه اروری داشت برمیگردونه، اگه نداشت که مسیج رو چاپ میکنه. در نهایت ما این دیدیم اگه اینو برمی داشتیم کلاینت ما بعد هر ارسال مسیج استاپ میشد و ما نمیخوایم این استاپ شه و تا جایی که اسکم میکنه کلاینت ما باز بمونه. حالا این کد یک سری مشکلاتی داره قطعاً و نیاز به بهتر شدن داره، ولی در جهت اینکه این ویدیو یه آموزشی بود که با هم یاد بگیریم چجوری میتونیم یک CLI چت درست کنیم، فعلا داره کار خوش انجام میده. اسکنر را میندازیم، میگیم که لوپ باز بمونه، تکست رو بخون و به بایتش کن، نیو لاین بهش اپت کن و ارور هم برگردون اگه اروری داشت. و در نهایت میخوام هر اروری که سمت سرور سمت کلاینت بود چاپ بشه. اگه اینپوت ما مشکلی داشت، حالا هر کیبوردی داشتیم، مثلا من الان کنترل C بزنم اینور بسته میشه، کلاینت بسته میشه، این کلاینت هم بسته میشه. ولی این ارور باید درست شن و ما بگیم که کلاینت دیسکانکت شده یا نشده که اینا رو جلوتر حالا اگه شد تو ویدیو بعد توضیح میدم، اگه نه که کلیت همینه. فقط یه این از کلاینت ها رسیمش هم توضیح دادم و این بود این ویدیو. امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه. یه پروژه خیلی کوچیک نوشتیم، تونستیم ازش استفاده کنیم و امیدوارم که قابل فهم بوده باشه. اگه جایی سوالی بود حتما تو کامنت ها بهم بگید و تا ویدیو بعدی خدافظ.